سلام دوستای عزیزم، به ریتم آشپزی خیلی خیلی خوش اومدید. من امروز قصد دارم یکی از شیرینی‌های اصیل شمالی رو آموزش بدم به اسم کاکا. بریم سراغ مواد اولیه. آرد گندم نصف لیوان، آرد برنج نصف لیوان، ماست 1/4 لیوان، تخم مرغ 1 عدد، شکر نصف لیوان، بیکینگ پودر 1 قاشق مرباخوری، پودر دارچین 1 قاشق چایخوری و همینطور پودر هل 1/2 قاشق چایخوری، وانیل 1/2 قاشق چایخوری، گلاب 2 قاشق غذاخوری و در نهایت زعفران دم کرده 2 تا 3 قاشق غذاخوری. خب حالا بریم سراغ تهیه این شیرینی بسیار خوشمزه‌مون. یه دونه تخم مرغ داشتیم میشکنیمش و با چنگال اونو خیلی خوب همش میزنیم. بعد اینکه تخم مرغ کاملا یک دست شد، شکر رو بهش اضافه میکنیم و همراه اون همش میزنیم تا ترکیبمون کاملا یک نواخت بشه. و حالا وانیل رو به ترکیبمون اضافه میکنیم. وانیل بوی تخم مرغ رو میگیره و ترکیبمون رو خیلی خوش‌طعم میکنه. و بعد ماست رو به این ترکیب اضافه میکنیم و همه رو با هم دیگه هم میزنیم تا ترکیبمون کاملا یک نواخت بشه. و حالا گلاب رو بهش اضافه میکنیم. گلاب خیلی طعم عالی به این شیرینی میده. و حالا نوبت زعفرون هستش. زعفرون رنگ فوق‌العاده عالی و طعم بسیار عالی به این شیرینی میده. سعی کنید حتما ازش استفاده کنید. حالا توی ظرف دیگه ما آرد گندم و آرد برنجمون رو میریزیم و بعد بیکینگ پودرمون رو بهش اضافه میکنیم و همینطور پودر هل داشتیم و دارچین، اینها رو هم بهش اضافه میکنیم. اینا در واقع مواد خشکمون هستن که با هم دیگه خوب ترکیب میکنیم تا همه قسمت های آرد یک نواخت بشه و بعد داخل ترکیب قبلیمون میریزیم. منتها با الک آردمون رو داخل تخم مرغ الک میکنیم و این کار رو چندین مرتبه انجام میدیم. یعنی آرد رو به قسمت‌های تقریبا مساوی تقسیم می‌کنیم. توی 3 مرحله بریزیم بسیار عالی از آب در میاد. هر دفعه هم که آرد رو داخل ترکیبمون اضافه می‌کنیم خیلی خوب همش میزنیم تا ترکیبمون یک نواخت بشه و در نهایت به همچین ترکیبی میرسیم که بسیار عالی هستش که بره داخل تابه و سرخ بشه. حالا داخل یه تابه ما میذاریم که روغن داغ بشه و بعد یه مقدار از این مایه رو میریزیم. بستگی به سرگی خودتون داره. میتونید 1 قاشق یا 2 قاشق از اون رو بریزید و بعد از اینکه یک طرفش سرخ شد شما میتونید اونو برش گردونید و اجازه بدید که طرف دیگهش هم سرخ بشه. موقع برگردوندن هم باید دقت کنید که اگه قسمتی ازش جدا شد زود ازش جدا کنید و دیگه حالا آماده است که بره سرو بشه. دوستای عزیزم همونطور که توی تصویر ملاحظه میکنید شیرینی کاکامون آماده است. من اونها رو داخل ظرف سرو چیدم و با گل سرخ تزیینش کردم. شما از پودر دارچینم برای تزیینش میتونید استفاده بکنید. دوستای عزیزم امیدوارم که این شیرینی بسیار خوشمزه و ساده رو تهیه کنید و ازش لذت ببرید. اگر از این برنامه خوشتون اومد لطفاً با لایک و سابسکرایب منو حمایت کنید. تا برنامه دیگه خدا نگهدار.